اینجا یکی از مناطق شرق اصفهان، همینطور که در تصویر میبینین حوالی ساعت 5 صبح امروز پدافند غیور ارتش جمهوری اسلامی ایران یک فروند پهپاد فوق پیشرفته هرمس رو منهدم و سرنگون کرد و این پهپاد مجهز به تسلیحاتی بوده برای هدفگیری که حتی فرصت نکرده این تسلیحات رو به سوی اهداف خودش شلیک کنه و این نشون میده که نیروهای پدافندی ما آماده هستند و این پهپاد رو سرنگون کردند.